سلام عزیزان. یک شاعری ایرانی که در امریکا زندگی می کند با یک شعر حافظ تنظیمی نوشته است. همین خیلی که بیا تا ظلمت آباد دل زاهد براندازیم، ز غیرت آتش بر چوب خشک من براندازیم، شرر بر جان دیو و دد ز اشعار تر اندازیم، سلیمان را به حیرت خانه انگشتر اندازیم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. بنابراین من کوشش میکنم و ما با مدد همدیگر کوشش میکنیم که این جمع آمدمون خیلی آباد و خوشروی گذرد. عموما خط زندگی هر انسان البته به شکل گوناگون میگذرد و آن چیزی که در قسمت او کشیده شده است از وی بیرون رفته نمیتواند. لیکن در این بین من گمان میکنم که خط زندگی نامه هنرپیشه خیلی پست و بلند و کج و کلیب می رود و برای همین هم شاید او ایجادکار است، برای همین هم شاید و ایجاد می کند. در حجت های من نوشته شده است که من سال 1948 6 نوامبر در دوشنبه تولد شدم، لیکن در اصل این خیلی نیست. من سال 1948 در دهچه با نام دورمنبلاق تولد یافتم. همان سالی که دو بزرگ، یک قهرمان ملی ما استاد صدرالدین عینی و دیگر راهبر حکومت شوروی یوسف ویساریونوویچ استالین، این هر دو از دنیا گذشتند و ما از دهه دورمنبلاق به دهه لوچاب کوچ بستیم و فعالیت من بعده من در همین دهچه خیلی خوشروی و دهچه هم گفتن ممکن نیست، یکی از دهه های کلانترینی گوییم که ناحیه اول وی به ناحیه حصار تعلق داشت، بعد آهسته آهسته به ورزاب دادند و مادرم هم در همین دهه تولد شده است. پدرم در قشلاقی کمی بالاتر از این قشلاق من نام برده، در قشلاق هفت تخته تولد شده است. خانه اولین در همونجا بابایم ساختند و بعد همونجا از این رو همه آنها عمک های منند، تا امروز اکنون عمک بچه ها ماندند و آن قشلاق هفت تخته یک وقت از همین 4 اکران بالاتر یک دهه‌ای پرتافته شده بود با نام معرفتی. از همون راه پاییز بالاتر اگر کسی داند همون راه 4 اکرانه فقط یک جواز مانده بود در اونجا و عجایب همین که یک وقت ما همونجا برای علف درو رفتیم یا برای چیکار و من از همون حجت های مسجد ناگهان یک حجت گرفتم که این حجت دوره جنگ بزرگ وطنی، یعنی اون وقت همون بریخت یک گپی دارد که جنگ پیش از همه ترتیبات هست. بریخت نیمیست دراماتورگی خیلی خوب وی میگوید که وی همین قیل مادر کرش و فرزندان او گفتنی یک پیسه خیلی کلان خوشرویی دارد و در آن پیسه نقل میکند که وقتی که جنگ نیست همه مردم هر کجایی که خواهند میروند، وقتی که جنگ باشد هر یک حجت تو میدونی که امروز من این دانه گوگرد اگر استفاده برم پگاه گوگرد ندارم، بنابراین دانه گوگردم حساب میکنی، همه چی حساب میکنی. همین خیل از افتش در همون دوره جنگ بزرگ وطنی هم همین خیل ترتیبات جاری شده است و هر کدام آنها ژورنال داشتند، کتاب، جوازها، یعنی که چقدر چی به دولت سپرید، روغن یا به جنگ روانه کرد و در همون چی در همون ژورنال نوشته شده است که
قشلاق 7 اختر چند لیتر روغن صغیر سپرید و من فهمیدم که این 7 اخته ما همون 7 اختر است. نام اولش خیلی خوشرویتر خیلی بعد با مرور زمان از 7 اختر آمده است و یک حرفش افتیده است 7 اخته مانده است. وگرنه این 7 تخت این یعنی چی؟ یا 7 اخته اگر باشد 7 اخته این یعنی از همونجا فهمیدم که این قشلاقچه 7 اختر نام داشته است و نامی خیلی خوشروی و انا در همین 7 اختر گویا که در همین اطراف تمام کودکی من گذشته است و بعد دی ختم صنف 10 همین خیلی شد که یک چند سال مکتب ها 11 ساله شدند. این سالهای 63-64 و من که صنف 10 میخوندم باز یک سال دیگر زیادتر صنف 11 اکنون باید 11 سال میخوندم و همین که من صنف 11 تمام کردم برابر صنف 11 تمام کردن باز مکتب ها از سر نو 10 ساله شدند یعنی که یک باره هم صنف 10 تمام کننده هم صنف 11 تمام کننده. اکنون تصور کنید که در اینستیتوت ها چی واقع می شود وقتی که 2 صنف تمام کننده از هر مکتب برآید و من مکتبی میانه به نام تراس گریگورویچ شفچنکو تمام کرده در همون دهه لوچوب آمدم به اینستیتوت پداگوژی به نام تراس گریگورویچ شفچنکو به فاکولته ادبیات و در آنجا داخل شدم. بعد از 2 سال خواندن در همون اینستیتوت پداگوژی فاکولته صنعت شده شد. من حجتهایم از فاکولته ادبیات گرفتم و اونجا سپاریدم به فاکولته صنعت سپاریدم امتحانا هم سپاریدم. اون وقت کمیسیه مندت کی گذشت کی نه برای همون و نوبت من اومد وقتی که امتحان ها همش سپاریده شده است همه و بهاهای هم چندان بد نبود لیکن همون سپرافکه که من از قشلاق آوردم همون سپرافکه گفتن که ان همین سپرافکه تو کهنه است تو ما فریب داد یعنی این به این معنا که شاید برای همین هم در پاسپورت هایم جای تولدم دوشنبه نوشته شده است. یکی از سببهاش همین یعنی که اون وقت از قشلاق به شهر آمدن اجازت نمیدادند که به اونجا وارد شوی حتما چون پاسپورت نبود پاسپورت نمیدادند به اهل کلخوز با اونها یک جماعه یک سپرافکه میداد که همین آدم به خواندن میرود به فلان اینستیتوت داخل شوی. اون وقت ممکن من همون سپرافکه آورده و پد اینستیتوت سپاریدگی بودم و بعد به همون سپرافکه و با سپاریدم فاکولته صنعت بود. انا برای همون کهنگی سپرافکه من قبول نکردن و من آمدم به تئاتر لاهوتی کارگری صحنه شده کار کردم در همونجا دوام 1 سال تا این سالی آینده همین وقت باز وقتی امتحان سپاری من رفتم و امتحانا سپاریدم همه امتحانا سپاریدم این دفعه هم همه چی باز همون مندت کمیسیه گفتند که نورالله عبداللهیف و ما 2 نفر خستیم از جایمون 2 نفر نورالله عبداللهیف هر رویمون من قفوتر شدگی بودم و از من کلان سالتر پیشتر بعد گفتند که ما ای قبول کردگیم تو آزاد وای از من کمی کلان سالتر بود و وای هم در تئاتر کار میکرده است در تئاتر اپرا و بالت خور میخونده است بعد او قبول کردند و با من پیش کردند من باز برگشتم به تئاتر به غیر از آن آمدم و در فابریکه متادوزی متابراری همین فابریکه تکستیل در همینجا استوی برق اول شاگردی شدم و بعد از آن در همونجا کار کردم تا درجه 4-5 گرفتنی همون باید
و در برابر آن در همین باغ مرکزی جمهوریمون در دوشنبه در باغی به نام لنین یک گوشه خانه افسران بود، حربیان، و من شبانه بعد کار بود در اونجا کرسی تیاری حربی با اونجا رفتم و در اونجا در این کرسی تیاری حربی میخوندم و هم در تئاتر کارم دوام میدادم. بعد از این وقتی که در یکی از واخوری ها ناگاه استاد زندیات محمود جان واحدوف ما در باغ واخوردیم، در آن جایی که من کرسی افسری میخونم ناگاه در همون جا واخوردیم با هم دیگر. اون کس میدونستن که من در تئاتر کار میکنم، کارگری صحنه، اون کس همچون هنرپیشه کار میکردن در اونجا. و همین راه هم ما دو کس پیاده، همین خیلی هرچند اتوبوس ها بودن، ما پیاده رفتیم و اون کس به من گفتن که همین خیلی من میبینم که تو دویم در همون پسی کلیس پسی پرده تئاتر میستی، همه نمایش ها تا درجه که اون قدر نمایشی که همون سالها میرفت نمایش های کلان کلان من همون از یاد کرده بودم، همه نقش های زنانه و مردانه. حتی اصلی برهانوف روحشان شد کدام وقت تکلیف کردن که همین بچه که ما گیریمو سوفلور مونیم که همون با ما یاردم کند همون وقتایی چی با. انا همون محمود جان که صحبت کرده رفتیم هر دیامونو، اون کس گفتن که همین خیلی من میبینم که تو تیاری لیکن کیم چهل از کیم چی ناراضی. بعد من تمامی همین واقعی شدگیه با اون کس نقل کردم. اون کس گفتن تو نزدی من بیا، هر روز میبیایی، تو با من شعرخوانی میاموزی، من به تو راهاش میاموزم. این سال وقتی داخل شوی و در حقیقت این سال سیم وقتی که به داخل شوی همون دانشکده رفتم، تمامی امتحانها باباهای 5 سپاریدم و داخل هم شدم. سنتیابر خوندم و ماه اکتبر من به صفی ارمیا دعوت کردن. من که دلم پر که من اینستیتوت میخونم، اون وقت هم استودنت های آزاد میکردن، اون وقت با دلی پر رفتم اونجا. همون سال واقعه های چخسلواکی سر زد. من که دلم پر رفتم اونجا، لیکن اونجا با من گفتن که تو کرسی افسری تمام کردگی، تو علاقه قسمی حربی خوردگی و این به تو دخل ندارد، این اون چیزی که در اینستیتوت است و میشکند. وضعیت ناگوار تو به ارمیا میروی. و بعد یک ماه خواندن من بردن به ارمیا و بعد 2.5 سال برگشته باری 4 بعد من آمدم. وقتی که به دانشکده آمدم علاقه هم کورسایم آنهایی که من داخل شدم در کورس 3 میخواندن چندم و حتی هم دیکنمون و هم رئیس شعبهمون گفتن که ما به تو اجازت میتیم که به همراه کورست خونی، یعنی که در کورس 3 تو میتونی داخل شوی و دوامش خواندن گیری، چون تو از جایهای گوییم که گرم و از وی اومدی از چی حربی. لیکن من گفتم که نه، من از اولش میخونم و باز به کورس 1 رفتم و خیلی خوبم کردم که به همون کورس 1 رفتم، چون که همان سال در این کورس همه بچه های کلان سال جمع آمدن، همه آنهایی که علاقه تجربه کاری داشتند. اون سال همین خیلی کورس ناگهان جمع شد و وقتی که من به کورس آمدم، من علاقه ماه اکتبر یا نوامبر آمدم، از ارمیا آمدم و بعد وارد شدم. علاقه کورس 1 از پخت چینی آمدگی از چی. بعد در آمدم هم من شناس کردن که این با کورس شما میخواند همونجا و معلممون میدراید شادی سالیه، همونی که من در اینترنت کلین یک جا میخوندیم هر دیمون. اکنون وی گیتیسی مسکو تمام کرد در این بین و همچون معلم و من همچون شاگرد در صحنه به هم دیگر واخوردیم. قریب تمامی همون کورس همون وقته جوانان تئاتر جوانان
قولی بیسلاموف همه آمدن، قربان حمیدوف جای جنت با درس‌دهی می آمدن و بعد یک دو درس اونها می رفتن، چون که اونهایی که در تالار هستند از بیشتری اونها کلانسالتر. من بعدی 5-6 سالی تمام کردن آمدم به اینستیتوت، فرض کردیم، لیکن من از همه کلان اونجا بودن اونهایی که علاقه از استیپندیا الیمن می دادند. پیامدین چخالف روحش شد بود، احمد شاه الفت شریف بودن همراه ما. کورسی خیلی خوب بود، کورسی شاه اسکندرف، این برادری شاه اسکندرف کمپوزیتوری که بود، خلیل شاه اسکندرف، خیلی کمپوزیتوری خوب بود و ما هم کورسا همین خیلی کورسی کلان جمع شد. و بعد نیم سال تمر مقسم عبدالشکور رو آمدن. اون وقت اون کس در تئاتر لاهوتی کار میکردن، اون کس آمدن به کار و ما اولین بار حس کردیم که در حقیقت استاد آمده است که هم دانش، هم سویه، همش میرسد و تا امروز ما گویا که شاگردانی همین آدم نیکبین، همین انسان و امروز در نفقند و الهی 1000 ساله شوند و ما تا امروز آنهایی که ماندند به اجازت آن کس یگان کار نمی کنیم. آن کس استادی ما هست. انا این بود یک جستخیزی از زندگی تا خانشی من. یعنی که من سال 75 علاقه همچون هنرپیشه به تئاتر لاهوتی آمدم. من حجتای من از سال 65 تا امروز در همین یک جای کاری آمده است تا امروز هم همون دفترچه مهنتی من در همین جای. استاد چی سبب شد که شما با سینما پیوستید؟ این از افتش در تقدیری هر هنرپیشه هست. اون که بعضا کاری سینما این کاری خیلی خیلی غیری چشم داشته است. اونهایی هست که چهره خیلی زیبا دارند که مثلا در فهمیشی صورت زیب هست در سینما. صورت زیبی یعنی کینماتوگرافیچ نیست، فوتوگینیچ نیست. همین صورت زیبی یکی از نقش‌های شاید بهترین بازی میکند، لیکن با وجود آنی که صورت زیب است ولی آن هنری باطنی خداداد اگر در وی نباشد وی چندان دور رفته نمیتواند و آنی هست که شاید همچون چهره غیری عادی به کنار راه میابد، یعنی که اینها تیپاژ هایند، یعنی کیم کجای وی از آدمان فرق میکند اون چهره، یا یک بینیش کشتر است یا که یک چشمش. اینها تیپاژ هایی هستند که برای کنار دعوت من با راهی عادی ترین، یعنی که اولین بار من برای خیلی که حاضر میگویند کاستینگ دعوت کردن. هنوز یک بار در کورس سیوم وقتی که میخوندم از لنینگراد آن وقته یک گروه آمد و در همین اینستیتوت صنعت وقتی که من میخوندم علاقه همونجا آمده چند صورت گرفتند و رفتند. وقتی که بچه تابستانه برآمدیم، به تعطیل تابستانه ما برآمدیم، بعد من دعوت کردن به شهر لنینگراد. من رفتم اونجا و در اونجا یک فیلمی بدیهی کسب من تاکسی، همین خیلی نام داشت و فیلم مایا پروفسیا تاکسی و من در همونجا همون نقشی تاکسیست به من دادن. این یک یعنی که آدمی از آسیای مرکزی رفته، یک جوانی از آسیای مرکزی رفته بود که در شفیاری تاکسی کار میکند و بعد چی واقعه ها روی میتید در این تاکسی و این بیچاره چی کارها میکند در همون چی، مثلا در اونجا زنی تولد میکند در همون تاکسی. این روی سیناریا همین خیلی
و علاوه بر این همون وقتی که من رفتم همون وقت تلویزیونی لنینگراد استاد محمود جان واحدوف برای اجرا کردن نقش موزارت دعوت کردند و ما در همونجا باز خوردیم با هم دیگر. بعد اون که من علاقه در تئاتر کار میکردم در چی میخوندم اون کس در تئاتر بودند و من از اون کس همچون استاد تا حالی منت دارم که همون و من تو دوره خوندنم من همون دویم هر روزای هر هفته 2-3 بار البته از خوندن من جواب میدادن که برای نطق صحنه من رفته نطق صحنه با استادم محمود جان واحدوف گذارم. همونجا واخوردیم در همونجا و این برای من شادی بیکران بود و اولین واخوری من با کینماتوگرافیا با سینما انا همین بود. بعد در اینجا از کینوپروبا همون کاستینگی و از فیلم بدهی خانه اتون آباد بود، فیلم طاهر صابری، فیلم 3 سریاگی. اون وقت هولی سریال ها معمول نبودند چندان و این از افتش اولین چی اون کس است در فیلم های در بین فیلم هایی که اون کس گرفتن. بعد اون کس گرفتن فیلم های از روی اثری عینی هجبودگان هرچه شدن و علاقه فیلمی کلانتر. من سریال ها رو هم طاهر مختاری سر کردند صابروف و فیلم اولینی من هم با اجرای همون در تاجیکستان با همون کس بود. یک نقش سعید شکارچی من اجرا میکردم و اون نقش خیلی عجیبی بود که لحظه های دشوارترین این فیلم یک صحنه داشت مثلا که بوسمچیان غله که حکومت برای دهقانا داده است همون میکپن و همون جوالا در درون آب میکفنن که همون تخمی ریزد همون زمین به تخمی گندمی که دادن. واقعا اون وقت همون گلیوود ما قشلاق زیدی بود. انا اکنون در زمستان ماه فوریه و همه یخ بستگی برای این کار مخصوص یخی دریای زده شکستن که گندم ریزد درونی وای و بعد من باید همون این سعید شکارچی یک آدمی بود که همون کوه به کوه به شکار خودش میگردد دویم به یگان کس کار ندارد و کسی که به بدبختی غلطی دست و میبرد نجات میدهد و نمیداند که این بوسمچی است یا این آدمی سرخ است یا و همونا نجات میدهد دویم و همون میبیند که گندم‌ها اینها ریختن بعد او آمده همون گندم‌ها از درون آب میچیند. اکنون تصور کنید ماه فوریه و باز من به یک طلوپی کلانی غفص پوشاندگی بودن و این طلوپ هم آب میکشد بعد یک دو دوبل برای هر دوبل مثلا منم میبروردن درونی پلاتکه پیچ کردگی درونی همون میپرتفتن تا اندک گرم شوی و با لباس با همون صحنه و آنقدر 2 روز ما اون صحنه گرفتیم. بعد همون صحنه در فیلم نیست. همین قدر برای درازی فیلم و این صحنه بریدن نمو صحنه چی. همین خیلی کارهای بسیاری در انا از همونجا آغاز یافت عمری سینمایی من. استاد لحظه های گوارا و ناگوار هنگام بنوار گرفتن فیلم ها زیاد رخ میدهد. خوب میشد که کمی از همون لحظه های شوق‌آور برای ما قصه میکردید. در فیلمگیری در حقیقت خودی هنرپیشه ها هم نسبتی همدیگر هرچند خیلی نیکبینی دارند هرچند وای دارند لیکن با وجودیان بعضا شوخی های عجایب در خودی همونجا روی میدهد در همین وقت فیلمگیری و در همین کاری وای. مثلا سببی امروزه با تیاقچه گشتن من هم از همین کینو وابسته است. از همین سببگار همین سینما است. یعنی که ما یک فیلم خیلی کلان با کارگردانی کانچلوسکی در قزاقستان می گرفتیم. نام اولی این فیلم قرمایار بود. بعد از آن تغییر دادن بازگشت به
یعنی که به افغانستان باشد یا که به چی باشد، به هر حال همون کارگردان همین رو دیده است که اماند و این خیلی معنای شاید چقورتری هم دارد این اونجا من یک موسیقی بازی میکردم که وای هم مانند انامین سید شکارچی من از جنگ و خونریزی ها مانده شده است. خودش کوه به کوه هم یک چند بزرگ اسفند دارد، همون نه میگردد، دره به دره میگردد، هم کوهستان با از همه جدا شده که خودش یک خانه‌چه ساخته است اونجا و خودش همون مولا پیش کرده و ناگه نفهمیده میماند که بین جنگ در آمده است. از این طرف طالبان، از این طرف روس ها در افغانستان. این خودش مردی افغان همون چی به همون بین جنگ در آمده مانده است، خودش نفهمیده. بعد این طرف روس ها خب همون روس بچه که پسی سنگ در خواب از اون طرف چی کرده ایستاد، خواطر میشد که مبادا این موسیقی طالبان نپرانند، برای همین و پویش میزند که وای افتاد موسیقی پسی همون سنگ با که از اون طرف نپرانند. همون خیلی همون پویش وای زد و من افتیدم و همه چی خوشروی. اکنون واقعا در بالای کوه شده ایستاده است، در بلندی کوه، اون طرف جاری خیلی چقور. خوب گرفتیم، همه چی خوشروی بود، همه چی وای. بعد ناگاه رئیسیار میگوید که با من همین این عجایب کارگردانی بود. خیلی که حالی نو گفتم در اون فیلم این چی نافتیده است. این کارگردان کانچیلوفسکی هر یک حرکتی که من یگان چی من نمانده است در این چی که و به این صحنه نافتیده باشد، یعنی به اکران نافتیده باشد. همه هر چی کاری کردم همش روی راست آمده است. همش گفت که افتیدن همین محاضر فقط یک چیش میگیریم. همون وقتی افتیدن یک این خیلی میشود که آدم انا همین خیل شدنشه، همین موسیقی انا همین چیه گرفتن در کو. بعد اونجا بودن کاسکادیورها هم و بودن همونجا. با اون کاسکادیورها فرم یک گلیم پرتافتن تهی پای من، گلیمی کلان. من بین وای گلیم دماندن همون خیلی راست و 4 نفر از همون کاسکادیورها از یک طرف گلیم قپیدنو گفتن که همون گلیم یک بار میکشه همین خیل، همون که وای گلیم کشید من این خیلی چی میشود کو میجومد. انا همون گلیم یک بارک میکشید تمام دیگر شما خلاص. با از قفای هم 4-5 تا موندن که اگر موی سفید ناگاه افتیده ماند شما دست میگیرید اون موی سفید و پایان اون طرف پشتی و جاری. اینها هم چند روزی بیکاری کاسکادیورها هم با گمانم که کم کم گرفتگی بودن میدونم. کاسکادیورها قرغیز واقعا در قزاقستان اکثری وای چیو بچه‌های قرغیز بودن، کماند خیلی خوبی چی داشتن و همون کاسکادیورها. بعد اونها همون 4 کس کبیدن همون چیو همون گلیم کشیدن قفو همون وزن کتی رفتن جاری با و گلیم سر ندادن. من بالای گلیم همون خیلی پاراشوت بریم و زدن در پایان دست و پا همه شکستگی چند تا چیها. من پاراشوت برین رفتم بالای و من یگان جایم گویا که آزار ندیدم. اونجا ماشینای چی موندگی پور همه دخترها دویدن آمدن، همه قزاق‌ها یک 400 کیلومتر دورتر از اشخاباد یک دره چرین دارند، همین نواربرداری در همون دره چرین. این دره خیلی دره زیباست. اگر همون فیلم ببینید از اول سر میشد از آغاز تمامی همون دره گویا که همون درون میپرد سمالیات‌های افغانی همونجا مینماید زیبایی این دره و خیلی که همون دره کانیونی کلانی امریکا این پس از وی جوی دوم میگیرد در زیبایی و در چی اونجا همه چی است و واقعیت در همونجا. بعد چند وقت ماهی نویبر خنک بود خیلی. بعد همین سیامکه وقتی که آمدیم روزی دیگر کارگردان اعلان کرد که ما این نواره در تابستان میگیریم، چون که هرچند روز آفتابی لیکن یگان 15-20 درجه خنک. ما با لباس افغانی تابستانه
برای همین هم اونجا تیار کردگی بودن هر کسی که مثال 5-10 دقیقه که نوار برداری بعد به همون جای گرمی تله میکنند و یا میخورانند و میپوشانند و همه چی. با وجود این به کارگردان نور آفتاب معقول نشده است، چون که آفتابی تابستان بویتر است رنگش، یعنی زردتر. آفتاب زمستان سفیدتر، لامپوچکه‌های کم مصرف برین. برای همین هم نواربرداری قطع کرد تا این چی. ما آمدیم در اینجا وقتی که گرمی سر شد، بعد راهگردی من دشوارتر شدن گرفت. بعد من آمده در رنگین، بعد به من گفتن که من دو چی در میانم در همون افتیدن وی شده است، یعنی که دو مهره میانم ضرر دیده است. انا بعد این انا همین چی برداری تیغچه بندی بدن همین فیلم هم با کنو افتاده. اثر افسانه‌های موسی‌سفید آیا از ماجراهای حقیقی زندگی گرفته شده است یا اینکه تخیل رنگین شما میباشد؟ این اثر رو من اصلا به والدینم بخشیدم و اگر کسی در کتاب اون رو خوانده باشد اونجا هم نوشته شده است که این اثر به والدینم بخشیده می شود و این اصلا زندگی همین والدین من است و حتی نام ها هم چندان تغییر دادگی نیست. لیکن این اثری حجتی نیست، اون اثری بدیعی است و آنچه که اثری بدیعی است البته در آنجا بدیعیت لازم است و همه بدیعیت همان است که به اثر آب و رنگ تازه می‌دهد و این بدیعیت در وی هست. و بعد چند این اثر ما بسیار جایها این اثر قبول کرد، حتی در فستیوالی یکی از فستیوال‌های کلانی بین المللی بود در شهر مسکو که آن وقت لکه گویا که جمهوری ها اصلا پشت خورده بودن و برای همین هم از بسیار جاها می آمدن. این اثر بسیار خوب قبول کردند، خیلی چی قبول کردند و با گمانم که در این اثر اگر و یک کسی که به صحنه بیارد یا باز و یک کشاده تواند و اصلا موضوع رمن است. در اینجا رمنی خوب نوشتن ممکن از روی این پیسه. برای از رمن پیسه کردن این خیلی کاری دشوار است و من همین کار کردم و از اول پیسه نوشتم، همچون پیسه، همچون دراما این نوشته شده است و البته دارد اونجاهایی که نقصان‌های دارد که اونا فقط کارگردان میتواند که به واسطه صحنه به یک چی بیارد و این اولین کاری کارگردانی شادروان استاد دیگری من عطاکه محمد جانوف است که اون کس این چیز روی صحنه آوردند و خودشان همان نقش موی سفید بازی میکردند. من اون وقت نقشی سیفی پسری موی سفید بازی میکردم، چون همون سیفی اکی کلانی من سیفلا نام دارد و در آنجا یک فتاح هست بچه سیفی. سیفلا پدری فتحلا است، کونو. من همین کونو در اینجا فتاح آمده است. حتی نامی مادرش که ملیکای بود در اینجا ملیکه آمده است، همچون ملیکه آمده است. نام ها قریب که همون خیلی مانده اند و این اثر اگر کسی روی صحنه آوردنی باشد، کارگردان ها یا اکتور ها چی، اگر کسی که به درونی آن به عمق آن وارد میشد در اونجا بسیار چیزهای خوب یافتن ممکن است که برای این روز هم، برای آینده هم، برای شاید برای 10 سالهای آینده هم باز در کار میماند. برای یک دراماتورگ خوب شدن برای یک شخصیت چی لازم است؟ مشاهده کار خوب بودن لازم است یا اینکه تخیل خوب داشتن در کار یا اینکه فوند لغوی خوب باشد که جمله سازی کند؟ برای هر یک شخصیت کدامش خوبتر است؟ دارای چه خصوصیت ها باشد؟
این در حقیقت سوالی خیلی خوب و انا همین دو چیز است که هنرپیشه و دراماتورگ به هم میپیوندد. این اول انا همین مشاهده کاری است. انا همین مشاهده کاری اساسی هم دراماتورگی و هم هنری اکتیوری است. اگر معلم هایتان به شما یکی ناگهان پرسند که مثلا شما از دانشکده فرهنگ اینجا شما هستید، اگر ناگهان پرسند از شما که در اودیتوری که تو شیشتی از آشانه یکم تا همینجا آمدی تو میدونی چند قدم موندی، یا گویند که همون پایمانک هایی که میبروی دو آشانه چند تا هست، کدامی شما به همین سوال جواب داده میتونید؟ انا معلم های ما انا میچه میپرسیدن. یعنی این آغاز مشاهده کاری است که اون وای نمیدونم با چشم سیوم میبیند، با چشم چهارم میبیند. و دویم این هر دو کسب، خصوصا کسب نوشتن، درام نویسی، روزی استراحت ندارد، ساعتی استراحت ندارد. او کجایی که باشد او فکر درباره وی رفتن میگیرد. اون چیزی که تو آغاز کردی، اون موضوعی که تو یافتی، همین فکر به روزی استراحت همیشه با چی کاری که بند نباشی، این در معنیت همون چیز چی کردن. و این خوب است. الهام این همان مرغ است که کی خواهد دلی خودش خواهد پرواز میکند، به دریچه از تریزه خانه میدرود. ناگهان در ساعتی 3 شب است، 4 شب است، ناگاه از خواب بیدار میشوید، به سرت میزند این چی که انا اون گریهی که من 100 سالها میکفتم در نزدیم بوده است. انا همین با همون وقت چنانه که جامی همین کار میکرد، وقتی که شب وقتی خواب میگفت که برید و هر چیزی که زیادی است برید، اونجا همه چی میبردن و فقط همون قلم میموند و رنگ و دفتر. عبدالرحمن جامی یکی از صوفیان، فیلسوفان و یکی از آنهایی است که تا امروز ما گویا که کمک یک گوشه و یک شده همین کار میکرد. و همین کار به همه شما ایجادکاران توصیه داده می شود. اساس همه این از مشاهده آغاز می یابد، از مشاهده آن که من امروز در همین چی ششتم و از همون چیزی که او انمون خطی که در تخته وی هست همین دینه نبود چه امروز پیدا شده است، یا انمون خطی یک چی وی. همین مشاهده باید همیشه همراه شما باشد. استاد از نقشهایی که تا امروز آفریدید یگان نقشی هست که از آن پشیمان شده باشید؟ هنرپیشه حق ندارد که نقشی که به وی می سپارد کارگردان می سپارد وی قبول نکند یا از اجرای وی دست کشد. و در بسیار وقت گناه بچگی من هم از همین سر زده است که در دوام اون چیزی که من میخوندم در دانشکده، دو کس همیشه از پس من نظارت میکردن از چطور خوندنی من. اونها با من چیزی نمیگفتن لیکن همیشه نظارت میکردن از اون که من چی خیلی میخونم، من چی صحنه‌چه های چی اتودها میسازم در چی. و این دو کس ناگزیر همه اونا میدیدن. این یکی شادروان استاد محمود جان واحدو بود و دیگری هاشم گدایف از طرف دیگر. این هر دو به من نگاه میکردن تو چی. بعد وقتی که به تئاتر آمدم، استاد هاشم گدایف همه این اون کس همچون کارگردان علاقه کرسی کارگردانی تمام کرده آمده بودند، همچون کارگردان همه اون چیزی که میموندن نقش‌های کلانترین به من میدادن. من یادم هست حتی وقتی که آمدیم اون کس از روی حکایه های چیخوف دو سه تا باز من ترجمه کردم، صحنه‌چه ها ساختیم و گویا که یک شبیه آنتون پاولیچ چیخوف ساختیم و با تمام جهان، تمام تاجیکستان ما گشتیم. خیلی صحنه‌چه‌های کوتاه خوشرویک بودن.
و من در اکثر این 5 صحنه‌ای که ما بازی میکردیم نقش اساسی بازی میکردم. بعد 1 سال یا 2 سال گذشتن از این، از کاری که من همچون هنرپیشه به تئاتر اومدم، تا این زمان ما همون خیلی با محمود جان اکا درس میگرفتیم. اون کس روزهای استراحتی ما یک جای جمع میشیم، در همون یک برای خودمون یک خرمزمین داشتیم ما در همین لبی دریای دوشنبه و جمع آمدیم همونجا محمود جان اکا، عطا اکا، همه کسا همونجا صحبت های خیلی خوشی. بعد اون کس یگانه چه گرفتند پیسه اولینی کلان اثر اولوغزاده درباره احمدی دانیش و در آنجا به من نقش نایب قاضی کلان دادند. یک نقش خورده که همین چیو، نقش آدمی خیلی بد، آدمی که اگر به مردم بدی نکند هیچ از گلوی وی نان نمیگذارد. حتی رفیق خانم، حتی اکتورهایی که کلان سالده، تو چیده آمدی همیجا کار؟ همو کارگری تا کرده گشتن میگرفتی، این نقش برای تونی نمیشد. و خودی محمود جانکه سخت جنگ میکردن که من میدانم که در کیم کجای درونی تو شیشتگی هستم چی، لیکن چی به توی برآورده نمیتونی، جنجال می. و تنها همون روزی که باید پریمیر نخست نمایشی این اثر میشد، من همون شب همون خیال شد که ناگاه کیم چی در باطنی من کنده شد، همین چی وای. با همون روز باید هم به وزارت فرهنگ می سپاریدند، هم نخست نمایش گویا هر دو یک جایه. هم مهربان نظرف اون وقت بودن وزیری فرهنگ و من همون روز نزد زکیولین رنگوبار اونی که آرادیانده گریمیور و نزدی همون رفتم و گفتم که به من یک گریمی تو ساز و همین خیلی به وی نقل کردم که همین خیلی چی میخواهم. و هرچند خیلی گوش کرد و در پهلوی همون بهادر میرالی بیک افتادگی بود. وای هم خیلی هنرمندی خوب است، هم کرسی فاروق قاسم وای هم در کار رئیسوری بعد رفت و خیلی کارهای زیادی کرد. همین بهادر ناگاه که بیا من تو همین گریمی توی من سازم و ساخت. همین خیلی یک آدمی که از همین طرفی چیش شمشیر کدام وقت خوردگی، همین خیلی یک چی کلان پی کلانی شمشیر همین خیلی از نیمی چشم باشه و همین ضربی شمشیر این زده کمتر کجله کرده است. همین خیلی یک وای ساخت گریم و من به همین نمود به صحنه برآمدم و دیگر یاد ندارم که من در اون صحنه چی کار کردم. انا اکنون همون خودی محمود جانکه نقش پاشکوف بازی میکردن، یعنی سفیر روس در بخارا، عطاکه احمدی دانیش علامه. و وقتی که من به صحنه برآمدم، من در اومدم باید همون در درونی یکی از کتاب‌های احمدی دانیش صورت خوک میموندم که بعد اون کسا گناهگار کنند که این چی؟ این در کتابش در صورت خوک دارد، با همین گناهگار کنند. و من در آمدم همونجا، فقط یادم هست که از پیشم محمود جان بر آمدند، اون کس در خانه احمدی دانیش وای پریکی زرد آدمی روس آخی. بعد این سالهای 76 77 یعنی که دوره بود که تئاتر گویا که تئاتری چی بود، نمایشدهی، نشاندهی که کدام نقش که خیلی بازی میکند. قدی اون کس چندان بلند نبود و در نظری من همین خیلی فکرم همین خیلی میگذارد که این پکنه در بخوروی من چیکار میکند، پکنه زرد. و یا کمتر تیله کردم و اون طرف اتاکه نگاه کردم. من باید پیش وی نمی رفتم، لیکن خودی اتاکه من همون چشموی من دید و خودش قفوروی اثر کرد. کمک قفور رفت و بعد وقتی که من تا حالی به عشق من
چی کرده نمیتونم. وقتی که قفا گشتم شنیدم که اتاکا اختی همین خیلی بگوشم اومد که اختی و همین اختی من گمان کردم که من با گمانم همه جزیر کردم. از همون صحنه بر آمدم و خودش صحنه همون که تمام میشد دویدم گریم خانه. همین برابری از در آمدنم از قفایم هم اتاکه و هم محمود جان هر درشان آمدن. من گمان کردم که حضور من حقارت میکنن که محمود جان که من همیشه دست کو یه آغوش کردن نه. و من همان وقتم اون وقت با آواز داد زده گریه کردم در بغلی همون کس و هر سه همین خیلی همدیگه را با آغوش گرفته. من اکتیور دین آمدگی جوان اونها نسبتاً علاقه هر کدام خدمت نشون داده بودن و هر کدام علاقه هنری و همین خیلی هر سیمان از تعظیم تماشابین دیر موندیم در نخست نمایش. کاری کلانی رئیسوری اولینشان همین علامه ادهم بود. ассалому алайкум устоди азиз. мо ҳама чизро фаҳмидем дар бораи эҷодиятон, дар бораи чӣ хел ба синемо роҳ ёфтед шумо. ана лутфан аз шумо илтимос мекардам ки ба мо мегуфтед ки ҳар як шахс аз хурдиаш орзу мекунад ва рафта рафта ҳамо орзуҳо амалӣ мегардад. агар ҳамо орзуҳо амалӣ нагардад ба тарзи автоматӣ ба армон табдил меёбад. дар ҳаётатон ҳамин хел шудааст ки ҳоло ҳамон аз кӯдакӣ орзуҳои кардагиатон амалӣ шудааст ё ягонташон армон мондааст? ҳаминро бо мо мефаҳмондед. یک چند سال پیش من یک نمایشنامه خودم نوشتم صنم و غلام و آن را روی صحنه آوردم و به آن نام گذاشته بودم که در اعلان نامه در افیش آن نوشته شده است که شب آرزوهای به عمل آمده. یعنی هر هنرمند همین خیلی یک حقوقی دارد. وقتی که به یک درجه وی میرسد که عنوان ها دارد مثلا همین چی گرفته است، هر هنرپیشه من گمان میکنم که به این آرزو وی هنرپیشه حقیقی نیست. من از آن دمی که مثلا استاد محمود جان را در نقش ایزوب دیده بودم و از همان وقت آرزو داشتم که همین نقش یگان وقت اجرا کنم. بعد من همون کتابی مثال های ایزوب یافتم و پس از آن همون پیسی که فیگریدو یا نوشته است 100 سال پیش و یافتم و از روی اون دو کسه کردم. همون چیه؟ دو کس، ایزوب و آن زنی که با ایزوب عاشق می شود. زیباترین زنی ایلده با او عاشق شد و او این محبت باز رد کرد. انا به همین درجه رسیدنی این قهرمان آرزوی من بود که همین چیه اجرا کنم و همون نقشه که همراه محمود جان مریم اپا بازی میکرد همون نقش کلیه. من همون نقشه همون مریم اپا گرفتم و این نقش ایزوپا خودم چی کردم و همین چیه همچون دراماتورگ از این صنم و غلام از بین همه این ساختم یک پیسی 1.5-2 ساعته ایزوب. از همه نقشی دوست داشته شما در فیلم کدام نقش بود؟ در فیلم ها راستی من چندان نقشوی کلانی هم نقشوی بسیار گویا که ندارم و در کینو در فیلم دوست داشتنی نقش این چیزی عجایب است. یعنی که تئاتر از کینو چه فرق دارد؟ در تئاتر وقتی که هنرپیشه نقش اجرا میکند
وای از اولی نقش تا آخر، یعنی که در دوام 2 یا 3 ساعت همین حیات او را میگذرد، گویا در پوست اون نقشش است، میگذرد از اول تا آخر و در این راه آهسته آهسته تا آخر اسپکتاکل وای الکی به همان قهرمانش خیلی مانند هم می شود و آن قهرمانی که اجرا می کند و از این لذت هم می برد هنرپیشه، هرچند خسته می شود، هرچند عرق می ریزد، با وجود وای از این خیلی لذت هم می برد. در سینما انا همین لذت نیست، یعنی که اونجا بیشتر طرف تکنیکی دارد، اونجا می توانند ما گوید که ما امروز صحنه توی میگیریم، صحنه او مردن تا ولی وای تولد نشده است اگر این قهرمان، ما این صحنه میگیریم و هنرپیشه باید خودش به همین صحنه آماده سازد که در دوام امروز همین صحنه میگیرند، به همون صحنه خودش آماده سازد و همون صحنه تکرار کند تا دمی که به کارگردان معقول میشد، یعنی که انا همون لذتی وی ندارد، لذتی که اون چیزی که در تئاتر اجرا میکند. با وجود وی بسیار چیزهای خوبتر دارد، باز چیزهایی دارد که همون لحظه تو همین نقشه اجرا میکنی، لیکن تو باید همه اون چیزی که تو این چی گذرانده است از فکر خود در باطن خود چوی دیگه که من پیش از اون که این صحنه بازی کنم تا اینجا رسیدن من از کدام مانعه ها گذشتم و ان همون مانعه های به اینجا آوردن در کار است، به همین صحنه که همین روز حاضر همینجا گرفته می شود. بنابراین من گویا که همه نقش ما دوست می دارم، لیکن به همه اونها چون دشمن نگاه می کنم، گمان می کنم که کیم چی من در همینجا یا دروغ گفتم یا هنرم کمی کرده است. استاد در اینجا فرزندانتان هم اشتراک دارند، از روزگار و حیات اولیوی یک کمی صحبت میکردید، خیلی خوب میشد. شب تلفن کردم، بلکه باز یک دخترخوان دارم، اگه که من در امروز خودم به نوارگیری میرم و به کجاها میرم، اول به وحدت بعد به ناحیه لنین، نمیدانم که می بیایم یا نه، لیکن اگر از شما حتما پرسن گوید که من 2 دختر دارم. دخترم پروینه من در پهلویت همین یک دخترک دارم، انا همراه بانو 2 دخترک. این مولوده خان گلپرورم، این کلینم، نعمت پسرم، همینی که از روی کسب من رفته است، به همین کار مشغول است. باز 2 پسری دیگر دارم که امروز با کارهای نیمکوله من امروز اونها کار کرده ایستادن، برای همین هم آمده نتوانستند و آرزو میکنم که هر کسی فرزندانی داشته باشند که به فرزندانی من مانندند. فرزندانی خوب دارم. انا همین امک بچه من که ما یک جا کلان شده ایم، هرچند خودشان همان این اینستیتوتی که من ختم نکردم و این کس ختم کردند، باز یک چیز دیگر گویم با شما پیش از این چی که همین دیپلم من، در دیپلم من همین خیلی نوشته شده است، داخل شد به دانشکده پداگوژی شهر دوشنبه فاکولته صنعت، ختم کننده دانشکده هنرهای زیبا به نام میرزا ترسنوزاده، یعنی که در یک دیپلم 2 اینستیتوت است. اما کم در همان دانشکده همچون معلمی فیزیک و متیماتیکا تمام کردند و سالیانی دراز دیرکتور مکتب بودند تا به نفقه برآمدند گویا که و ما همه کارها از هیزم کشی سر کرده تا پادوانی یک جا کرده ایم. زیاده از نیم عصر شد که من بغیر از عمک بودنشون
باز مخلصی اشدی این کسام. وقتی قید کردند که من کارگری صحنه بودم، همون وقت پشت تئاتر لاهوتی اجاره نشین بودم. هنگام کرسی یکم خواندم. نرخنامه تئاتر لاهوتی اون وقت 30 تین بود. هر وقتی که وقتی خالی میافتم البته به تئاتر خاطر دیدن اما کم می آمدم. خیلی که اینا گفتن که من صحنه های خوامرد باشد خوازن، من بغیر از فیزیک ماتماتیک بودنم با صحنه های من از یاد میکردم. هر رولا گرمین زوقی بیک فا خیری نظر و هوشیم گدوی فا عطا محمد جان فا من فخر میکنم. اما که من امروز هنرمندی خلقی تاجیکستان است. شرف ما اولاد است. همه ما اولاد حرمت میکنیم و خواهانیم که الهی کم 100 ساله شوند، عمری با برکت بینند، سلامت باشند. یک مصرع به یادم می آید، دو مصرعی که گویا که تمام اون کارهایی که می شوند، دو مصرعی که به همه چی جوابگر شده می تواند. این یعنی هم هنر پیشگی، هم اون حرکاتی که انسان در حیات خود می کند. این همگی یک بیت. گردباد را که می بینی در دامان دشت، روح مجنون است آنجا، خاک بر سر می کند. و با همین باز آمدن زیرفتن خورشید دور نیست. گر زندگی است دیده به دیدار می رسد. خوش آمدید.